از دیگر کارهای مهمی که روی هر فضای ذخیره‌سازی بایستی انجام بدید دسته‌بندی اطلاعات و فایل‌های مختلف روی اون فضای ذخیره‌سازی. در فضای ذخیره‌سازی پیک و فایل هم شما باید این کار رو انجام بدید. در حالت عادی و پیش‌فرض 4 تا پوشه برای ذخیره‌سازی پرونده‌های مختلف شما وجود داره، اما با استفاده از دستور پوشه جدید میتونید یه پوشه جدید هم به علاوه این موارد اضافه کنید. حتی داخل این پوشه هم میتونید یه پوشه دیگه اضافه کنید. مثلا مورد ویدیو رو من انتخاب میکنم، روی دکمه پوشه جدید کلیک میکنم، در داخل ویدیو یه دونه پوشه جدید ساخته میشه که من عبارت پرسونال رو وارد میکنم که میخوام ویدیوهای شخصی خودم رو داخل این پوشه قرار بدم. حالا میبینید علامت به علاوه در کنار پوشه ویدیو هم قابل نمایشه که با کلیک کردن روی پوشه پرسونال برای من قسمت فقط پرسونال یا ویدیوهای پوشه پرسونال یا شخصی باز میشه. علاوه بر اون در قسمت اصلی یا ریشه فضای ذخیره‌سازی هم میتونید یه پوشه جدید ایجاد کنید. روی مای پیک و فایل کلیک کنید یا اگر هر کجا هستید روی دکمه پوشه بالایی کلیک کنید. مثلا الان من میرم توی پوشه پرسونال، روی پوشه بالایی کلیک میکنم، به یک مرحله بالا میاد، یعنی میره تو پوشه ویدیو. اگه یه بار دیگه کلیک کنم میاد به پوشه پیک و فایل. پس الان باید با ساختار درختی نحوه ذخیره‌سازی اطلاع در پیک و فایل یا حتی هر جای دیگه مثل راین خودتون آشنا شده باشید. پس به بالاترین قسمت فضای ذخیره‌سازی ما ریشه میگیم که ما در این قسمت میتونیم اطلاعات رو به صورت کلی دسته‌بندی کنیم. خب من مای پیک و فایل رو انتخاب میکنم، حالا روی دکمه پوشه جدید کلیک میکنم، یه پوشه جدید برای من ساخته میشه، عنوانش رو میذارم PSD یا PDF برای ذخیره‌سازی فایل‌های PDF. خب امکان داره شما کتاب‌هایی داشته باشید که می‌خواید به صورت PDF می‌خواید برای دانلود روی وبلاگ خودتون قرار بدید. بهترین کار اینه که مثل الان یه پوشه بسازید و واردش بشید. با دوبار کلیک روی اون در قسمت وسط صفحه میتونید وارد اون قسمت بشید و سپس با استفاده از دستور استر فایل کتاب PDF خودتون رو بارگذاری کنید که البته گفتم بهتره که حتما اول با استفاده از دستور راست کلیک و send to compressed فولدر اون رو به صورت زیپ شده در بیارید یا به صورت فشرده شده در بیارید و بعد سپس اقدام به بارگذاری کنید. هرچند اگر مستقیم هم فایل یا پرونده PDF رو در این قسمت بارگذاری کنید مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد. بدین ترتیب به راحتی تونستیم که عملیات دسته‌بندی رو انجام بدیم با استفاده از پوشه جدید برای ساخت یک پوشه و با استفاده از پوشه بالایی برای رفتن به یک مرحله بالاتر که این کار رو میتونیم انجام بدیم طبق روالی که در این ویدیو آموزش خدمت شما عرض کردیم.